برنامه را با گزارش مربوط به تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که وضع حقوق انسان در تاجیکستان به تغییر مانده است. مؤلفان گزارشی سالانه درباره حقوق بشر که روز 23 اپریل نشر شد، از قدرت فراگیری پرزیدنت تاجیکستان و عائله‌اش، افزایش محبوسان سیاسی و خبرنگاران زندانی اظهار نگرانی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد این گزارش را خلاصه کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، دقیقاً دپارتمنت دولتی آمریکا از روی کدام مسئله ها بیشتر بهاگذاری کرده است؟ سلام بینندگان ارجمند. بله، در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفتند که در تاجیکستان فضای آزادی سیاسی وجود ندارد. انتخابات های آزاد و مطابق به معیارهای دموکراتی برپا نمی شود. حزب‌های مخالف حکومت به مثل حزب نهضت اسلامی از صحنه رانده شده. هر دو پلت پارلمان را اعضای یک حزب حاکم خلق دموکراتی در اختیار دارند. مؤلفان گزارش همچنین گفتند پرزیدنت قدرت وسیع دارد و آژانس ضد کروپسیا فعالیت‌های اعضای عائله این پرزیدنت رحمانوف و یا اطرافیان نزدیک او را تحقیق نمی‌کنند، در حالی که آنها شرکت‌های مهم را زیر نظارت دارند. در گزارش همچنین حکومت را برای زیر پا کردن حقوق خبرنگاران تنقید کردند و از جمله گفتند روزنامه‌نگار زندانی عبدالستار پیر محمدزاده را تنها در یک اتاق و تا 60 نفر را بی دسترسی کافی به آب نگه می‌دارند. در گزارش قضیه وکیل مدافع زندانی بزرگمهریارov و ژورنالیست عبدالله غربتی ذکر شده است و گفته او ادوکات‌ها زیر فشار از حمایت حقوق آنها و چند زندانی سیاسی دست کشیدند. میرزانبی، در گذشته مقامات تاجیک چنین گزارش‌ها را ناسنجیده و بی‌پایه گفته بودند. این بار واکنش در این باره کردند؟ نه مومین، هنوز مقامات به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته تقریبا به هر حادثه‌ای که در گزارش ذکر شده بود جداگانه واکنش کرده بودند. مثلا در گزارش گفته شده است که حالا در زندان‌های تاجیکستان 400 زندانی سیاسی است که اکثرشان اعتراضگران در بدخشان بودند که سال 2022 بازداشت شدند. مقامات تاجیک بارها گفته بودند که در این کشور زندانی سیاسی نیست و بازداشت شده ها را عضو گروه متشکل جنایتی نامیده بودند. در گزارش به تعقیب مخالفان حکومت پرزیدنت امام علی رحمان در خارج چون تمایل دیگری اضطراب انگیز یعنی توجه شده است. در یک سال گذشته چند تن از پناهجویان در اروپا به تاجیکستان اخراج و به سالهای طولانی زندانی شدند. آنها را مقامات به افراطگرایی و تروریسم متهم می‌کنند. این است. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد.